درود بیننده ارجمند و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمده. طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر شما را با اتفاق همکارانم از شهر دوشنبه و پراگ همراهی میکنم. نخست نگاه به سرخط خبرها. حمله های نوی پهپادی اوکراین به روسیه و باز هم به انبارهای شرکت عظیم وایلدبریز. در دایره تحقیق پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری در حکومت کلاب، بختیار نظرزاده رئیس پیشین این شهر را هم بازپرسی کردند. پرونده جنایتی آغاز شده است. 11 پرونده جنایتی تفتیشی دارد. در قرقیزستان 10 نفر از کارمندان گمرک، مرزبانی و دیگر نهادهای دولتی را در دو گذرگاه سرحدی با ازبکستان دستگیر کردند. از گذرگاه مرزی قدمجوی اساساً ساکنان ناحیه سوخ و دهه شاهی مردان ازبکستان می‌گذرند. ارتش اوکراین حمله‌های پهپادی به خاک روسیه و به انشاءات مهم آن را ادامه می‌دهد که این را تلاش برای مجبور کردن مسکو به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ می‌دانند. روز 22 ایول در حمله به انبارهای شرکت وایلدبریز در شهرهای کراسنودار و نوینامینسک چند نفر جراحت برداشتند. در حمله‌های پیشین به مسکو بنا به گزارش‌های یک جوان تاجیک هم کشته شده است. جزئیات در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. اوکراین بار دیگر به انبارهای شرکت تجارت آنلاین وایلدبریز در شهرهای نوینامینسک و کراسنودار روسیه حمله کرده است. پایه‌گذار و رئیس شرکت تاتیانا کیم ابراز داشت که بر اثر حمله‌های روز 22 ایول چند نفر جراحت برداشتند. هفته گذشته در نتیجه حمله ها به انبارهای وایلدبریز در شهرهای مسکو و تامبوو روسیه کمش 7 نفر به هلاکت رسیده، 24 کس دیگر زخم برداشته بودند. به نوشته خبرگزاری ریترز، تفسیر حمله ها از آن شهادت می‌دهد که اوکراین استفاده درون یا پهپادهای دورپرواز را برای تخریب شبکه‌های اکمولوژی روسیه به کار برده، می‌خواهد به این وسیله مسکو را به صلح وادار کند. رئیس وایلدبریز در شبکه تلگرام نوشته است که کارگران را از انبار به جای امن انتقال دادند، ولی هنگام حمله چند تن جراحت برداشته است. رئیس ولایت کراسنودار ونیامین کاندراتیف تاکید کرده است که اثنای حمله درون‌ها به انبار وایلدبریز در کراسنودار 10 کس زخم برداشتند. طبق معلومات رئیس ولایت استاوروپول ولادیمیر ولادیمیروف، بر اثر حمله بی‌سرنشین‌ها به انبارهای وایلدبریز در شهر نوینامینسک 5 کس مجروح شدند. خبرگزاری‌های روسیه همچنان گزارش می‌دهند که پهپادها انبار مواد سوخت در شهر ارماویر کراسنودار را مورد آتش قرار دادند. در نتیجه سوختار این کارخانه 1 نفر به هلاکت رسیده است. پاره‌های پهپادهای محو گردیده به بالای چند منزل زیست در کراسنودار افتادند. در پی حمله‌های پهپادی اوکراین در شب 17 به 18 ایول به انبارهای شرکت تجارت الکترونی وایلدبریز در ولایت‌های مسکو و تامبوو 8 نفر جان باختند. تا هنوز شرکت وایلدبریز درباره مقیاس ضرر از حمله‌های اوکراین معلومات نشر نکرده است. ما می‌رویم به تاجیکستان. امروز در شهر دوشنبه چندی از پرونده‌های پرسر و صدای رشوه‌خواری و دزدی پول دولت را شرح دادند که زمان رهبری بختیار نظرزاده رئیس سابق شهر کولاب صورت گرفته است. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان روز 22 ایول گفت برای خرج نادرست پول‌های دولت و یا از خود کردن صدها هزار سامانی که باید برای نیک و احوال مردم خرج می‌شد، 11 پرونده جنایی باز کردند. علیشر ظریفی گزارش می‌دهد. مقامات آژانس مبارزه با коррупсияи тоҷикистон тасдиқ карданд ки баъди ошкор шудани тақаллубу дуздии пули давлат дар ҳукумати шаҳри кулоб, шаҳрдории пешини он бахтиёр назарзодаро бозпурсӣ карданд. фирӯз камолзода, муовини раиси оҷонсӣ, рӯзи 22 июл дар нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт дар ҳақиқат раиси пешини шаҳри кулоб ҳам бозпурсӣ шудааст, вале ҷузъиёте надод. баъди тафтиши молӣ ва харҷу хараҷоти маблағҳои давлатӣ дар ҳукумати кулоб 11 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. بعد از انجام تفتیش پیشکی و پروگرام مقرر با قرار شده شوروای روی شماره دفعه ضرر کشون نکشیده ما این رو خبر میکنیم. پرونده جنایتی آغاز شده است. 11 پرونده جنایتی تفتیشی باید برد. در دوره همین 11 پرونده جنایتی 39 نفر شخصا میگذرند. маълум нест аз ин даҳҳо нафар чанде аз онҳо мансабдорони собиқи ҳукумати кулоб ҳастанд, зеро дар парвандаҳо номи намояндагони баъзе ширкатҳои хусусӣ низ будааст.
манобаи радиои озодӣ пештар гуфта буданд ки дар ҷараёни тафтиш чанде аз зердастони собиқи Бахтиёр Назарзода боздошт шуданд. таҳқиқи молӣ ва ё сарфу харҷи босамар ва ё дурустии пулҳои давлат дар ҳукумати Кулоб моҳҳои апрел-май сурат гирифтааст. ба қавли оҷонсии мубориза бо фасод баъди санҷиш алайҳи Ҳабибулло Раимзода сардори собиқи раёсати молияи Кулоб ва як масъули дигари ҳукумат намояндагони ширкатҳои хусусию таъмини мол парвандаи ҷиноӣ боз шуд. онҳоро ба аз худ кардани пули давлат исрофу сохтакорӣ муттаҳам карданд. назари худи онҳо то ҳол маълум нест. манобаи радиои озодӣ дар гузашта гуфтанд муфаттишони оҷонсии мубориза бо фасод ва додситони хатлон дар давраи кори Бахтиёр Назарзода тақсими ғайриқонунии замин, сохтакорӣ, қаллобӣ, тақсими нодурусти буҷа ва додани пораро ошкор карданд. Бахтиёр Назарзода аз соли 2021 то моҳи январи соли 2026 раиси шаҳри Кулоб буд. худаш токунун дар ин бора ва боздошти зердастонаш ҳеҷ чизе нагуфтааст. و در قرقیزستان هم تحقیق پرونده‌های 10 نفر از کارمندان دولتی ادامه دارد که به فساد و رشوه‌خواری متهم می‌شوند. بیشتر از 40 نفر از کارمندان اداره مرزبانی، گمرک و بیتاری را بعد یک عملیات در شام 5 ایول در دو گذرگاه مرزی با ازبکستان دستگیر کردند. همه آنها به قاچاق، معاملات غیرقانونی و رشوه‌ستانی متهم می‌شوند. گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند. کمیته دولتی امنیتی ملی و حفظ سرحدات قرقیزستان گفت یک نقشه تنظیم شده جمع‌آوری غیر قانونی پول در سرحد را آشکار و بر پایه ماده 342 کدکس جنایی قرقیزستان درباره گرفتن پاره پرونده جنایتی باز نموده است. در دایره این پرونده تا حال بیش از 40 نفر کارمندان گذرگاه‌های مرزی قدمجوی و چشمه واقع در سرحد با ازبکستان دستگیر شدند. یک زنی تاجر که در نزدیکی‌های گذرگاه سرحدی قدمجوی به سر میبرد در صحبت با خبرنگاران ازاتیق دیده‌هایش را چنین نقل کرد. من کشنه баламмен иштеймин, баламды ойнотуп жүрүбүз. با پسرچم در جای کار بودم. یک دم با او بازی میکردیم که ماشین سفیدی آمد. از داخلش یک دسته آدم برآمده به سوی پاسگاه شتافت. وقتی آنجا وارد شدند صدای 2 یا 3 تیر در هوا شنیده شد. با پسرم اینجا دویدم. پیش این گونه حالت را ندیده بودیم. بعد تخمینا 1.5 ساعت از داخل قهوه‌خانه که آنجا جایگیر است 4 نفر مسلح را آوردند که لباس حربی داشتند و آنها را آنجا بردند. ساعت 8-9 بگاه بود. بعد این گذرگاه مرزی را بستند. Мындай формачан, мылтыкчан адамдар колун кайрып бул жака алып кирип кетти. گذرگاه‌های قدمجوی و چشمه در خط سرحدی ولایت بادکندی قرقیزستان و کشور ازبکستان جایگیر بوده نقطه مهمی عبور و مرور شهروندان دانسته می شود. قدمجوی özgürlük punktu негизинен Өзбек Республикасы. аз гузаргоҳи марзии қадамҷой асосан сокинони ноҳияи Сух ва деҳаи шоҳимардони Узбекистон мегузаранд. онҳо ҳар рӯз аз ин роҳ истифода мекунанд. ҳоло яъне дар давраи аз моҳи май то август ки мавсими истироҳатҳои тобистон аст, аз ин ҷо инчунин узбекистониҳое мегузаранд ки ба шоҳимардон барои истироҳат мераванд. тавассути гузаргоҳи чашма сокинони ноҳияи Қадамҷой ва Бодкан мераванд. инчунин аз ин роҳ ба Ҳайдаркон сокинони ҳавзаи Оқтурпақ мераванд. Каттамонот Баткенге каттайт ошол чечме өткөрүү пункту. ҳоло гузаргоҳи марзии Қадамҷой корашро дар шароити маъмулӣ пеш мебарад, вале навбатпоиҳо тӯлонитар шудааст. шаҳрвандони Ӯзбекистон ки дар навбати убур аз сарҳад дар хоки Қирғизистон қарор доштанд гуфтанд ки санҷишҳо вақти бештар мегиранд. 1 соат шуд ки мо гузаштем. интизорем. мо гузаштем вале мошинамон ҳанӯз на. бештар тафтиш мекунанд. мошин аз назорати марзбонони узбек гузашт, вале аз зери назари марзбонони қирғизистонӣ не. ҷониби қирғизистон бештар тафтиш мекунад. бале, дуру дароз. бо диққат, бесаросемагӣ мебинанд. шояд марзбонони мо ҳам мошинҳои аз қирғизистон меомадаро ин гуна бо диққат тафтиш kunанд. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان میگوید از میان 41 بازداشت شده در قدمجوی 17 نفرشان کارمندان خدمات مرزبانی، 5 کارمند گمرک، 1 کارمند بیتاری، 1 فلچر و 3 شهروند ملکی می باشند. در چشمه 11 مرزبان و 3 کارمند گمرک دستگیر شدند. این نفران را در گرفتن پاره گمان برمی‌دانند. هنوز موقع بازداشت شده ها و نزدیکان حامیان حقوق آنها معلوم نیست.
وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید تهدید ایران به حرکت آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز نه تنها برای تجارت جهانی خطر ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند یک سابقه خطرناکی را برای راه‌های بحری بحث برانگیز در تمام آسیا به میان آورد. مارکو روبیو روز 22 ایول هنگام سخنرانی در انجمن کشورهای جنوب و شرق آسیا در شهر منیلا مرکزی فیلیپین گفت آمریکا همچنان آماده مذاکرات با ایران است و در عین زمان تهران را به اجرا نکردن عهدهای پیشین و بی‌پروایی نسبت به دیپلماتیا متهم کرد. بیانیه مارکو روبیو در پی حمله‌های متقابله آمریکا و ایران به یکدیگر صدا داد که یکی به تأسیسات نظامی ایران و دیگری به پایگاه‌ها و انشاءات نظامی آمریکا در کشورهای عربی و هم کشتی‌های بارکش در خلیج فارس ضربه می‌زند. و گفته وزیر آمریکایی اگر به ایران اجازه داده شود قاعده‌های کشتیرانی را در تنگه هرمز دیکته کند پس یکی از اصول‌های اساسی تجارت بین‌المللی یعنی کشتیرانی آزاد خلل‌دار می‌شود. و قول مارکو روبیو 20% تأمینات انرژی جهان از جانب یک رژیم سرکش به گروگان گرفته شده است که می‌خواهد صاحب وکالت‌های شود که زیر هیچ یک تعریف حقوق بین المللی قرار ندارند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در یمن که سالها باز در پنجه جنگ ویرانگری است تعدادی از هنرمندانی هم ماندند که هنوز هم نسخه های دستنویس قرآن را آماده می کنند و می فروشند. در تمام دنیا شاید سالانه میلیون ها و صدها میلیون قرآن چاپ می کنند ولی نسخه های دستنویس بسیار کمند. گزارش را در این باره همکارم کیومرث عطا تقدیم می کند. علی قاسم با هدف حفظ عنعنه باستانی در تهیه نسخه های دستنویس قرآن هر حرف، آیت و صحیفه ها را با دقت و توجه خاص خطاطی می کند. او در خانه‌اش در شهر صنعای یمن خامه را با احتیاط به رنگ زده کلامی برای مسلمانان شریف را نسخه می بردارد. نوشتن نسخه قرآن عادی نیست. هر سوره باید با موازنت در جایش باشد. هر صحیفه و هر آیت باید در جای خود باشند و غیره. این تجربه اولین من است. تهیه دستنویس قرآن سالهای دراز آموزش و آزمایش را در بر میگیرد. علی قاسم میگوید پیش از تهیه اولین نسخه دستنویس قرآن او نمونه های مختلف کاغذ و خامه و رنگ را تجربه کرده است. در گذشته هنگام تهیه نسخه قرآن کاغذ خاص صیقل یافته استفاده می شد. امروز تولید یا استحصال چنین کاغذ در سطح صنعتی راه اندازی شده است. این نوع کاغذ با استفاده از مواد خاص برای تهیه نسخه های قرآن استحصال می شود. حاضر این روند صنعتی شده است و کاغذ معاصر صیقل یافته امکان می دهد که متن در هر دو طرف کاغذ نوشته شود و رنگ طرف مقابل به چشم نخورد. فعلا نشر قرآن در مطبعه ها راه اندازی شده است، اما به گفت استاد علم خطاطی خالد الورد هر فردی که خود را خطاط می شمارد از ابتدا آرزو دارد که روز خودش نسخه کامل کلام شریف را تهیه کند. در سالهای اخیر یعنی پیش از سالهای 2000 و بعد آن شماره معین خطاطان یمنی ظهور نموده است که کار همدیگر را تکمیل نموده از هنرشان افتخار دارند. خبرنگار ریترز میگوید صرف نظر از پیامد جنگ و دشواری‌های اقتصادی در یمن، داوطلبان زیاده به مثل علی قاسم تلاش دارند که طرز عنعنوی تهیه نسخه های قرآن را که طول عصرها ادامه داشته است حفظ و به نسل‌های آینده به میراث گذارند. 15 دقیقه که برای اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. برای اخبار و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به وبسایت azadi.org و هم صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و یوتیوب. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند و ما نویسید، تحقیق می‌کنیم، می‌پرسیم و اگر درست بود حتما نشر می‌شود. اگر نظری درباره برنامه یا پیشنهادی دارید استیاله نکنید، نویسید. از چشم ما هیچگاه دور نمیماند. نظر و اندیشه‌های شما کمک میکند که برنامه‌های بهتر و خوبتری برای شما آماده کنیم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.